سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر باشه. مازیار کیانی هستم، مدرس شیمی کنکور. بچه‌ها آخرین سالی که سازمان سنجش درصدهای بچه‌ها رو به صورت تفکیک شده، یعنی مثلا مشخص می‌کرد چه تعداد از بچه‌ها بازه بین 10 تا 20، 20 تا 30، 30 تا 40 و منفی‌ها رو در مشخص کرده بود. سال 1400 بود که بهش میگفتم پیک سنجش. در اون سال که مثلا ما آمارات بررسی کردیم، در درس شیمی در کنکور تجربی 211,000 نفر، یعنی 40% از داوطلبین کنکور تجربی شیمی رو صفر یا منفی زده بودن. یعنی شما فقط با زدن یک تست درست میتونستی از 40% از رقبات پیشی بگیری، یعنی از 211,000 نفر از رقبات. دفترچه کنکوری که بررسی می‌کردیم یه تست خیلی راحت پیدا کردم که با دونستن یه سری نکات خیلی ریز میتونستی این تست رو زیر 5 ثانیه درست بزنی و از 40% از رقیبات، یعنی 211,000 نفر پیشی بگیری. بچه‌ها بریم این تست رو حل کنیم. بچه‌ها بریم با حل تست. تست شماره 249 از کنکور تجربی 1400. خب بچه‌ها این همون تستی بود که میگفتم با دونستن یک ریز نکته میتونستی از 211,000 نفر، یعنی 40% از رقباتون در درس شیمی در کنکور تجربی پیشی بگیرید. اون یه نکته چیزی به عنوان دو اتیل نداریم، یعنی دانش آموز با دونستن همین یه ریز نکته که چیزی به عنوان دو اتیل نداریم میتونست تست رو جواب بده. خب بچه اول صورت تست رو دقیق میخونیم. نوشته نام کدام دو آلکان با فرمول ارائه شده برای آنها تطابق دارد. اصلا نگاه به این ساختارهای ترسیدار نندازیم، اصلا میریم سراغ نامگذاریشون. نوشته چی؟ دو اتیل. با چیزی به عنوان دو اتیل نداریم. خب گزینه آ میگه دو اتیل. داخل گزینه نگاه میکنیم، اونایی که میگه آ درسته خط میکنه. رد گزینه یک، رد گزینه دو. خب دوباره میام تست میکنیم. نوشته دیمتیل درسته، تریمتیل درسته. اینجا نوشته چی؟ دو دی اتیل. دوباره دو اتیل. بابا دو اتیل نداریم، تی هم غلطه. گزینه سه میگه تی درسته، رد میشه و به همین راحتی دانش آموز زیر 5 ثانیه میتونه به جواب درست تست برسه. خب بچه‌ها یه سری ریز نکته دیگه در مورد این تیپ تست ها هست که داخل کپشن نوشتم، حتما بخونید.